سقی بلندی بهارستانی بری پدر میروان بری مادر عزیز میزنی. زنده باشید برادر. زندگی بر آن که باور بود مادر بود، همان دم با دل و جانم برابر بود مادر بود. به جمع خاندانی بس عزیزی همدیگر بودیم، پدر بود و برادر بود و خواهر بود مادر بود. مادر میروان مبارک باشد. پدر عزیز مبارکتان باشد. امروز مادر عزیز خدا خواست نصیب کرده باشد خوشنامد می شود. مبارک باشد آقا جان. این مقامی بلندی خوشنامدی. سخن را دراز نمیکنیم. مرحمت استاد خیردین بازار. مرحمت در این لحظه البته اولا پدر میروان اکای فرهاد جان دل خویش را بهر فرزند میکشاید. مرحمت. اولا همه به توی این فرزندوی من، فرزندم کامران جان و کلینم، این کلینه فرزند خانه ما، دخترم ما، به هر دیشان عمر دراز، صحت سلامتی در زندگی بزرگواری ها. خداوند فرزندای ساله تیار چی نیتی دنیایی داره خداوند جامعه شانتون. بعد به حافظان گفتنی هم که برادرم حافظ خیردین جان برادر قیامتی ما در همه وقت در توی ما در بری ما راستن آمده خوش آمده نوری دیده تاجی سر. زنده باشیم. بیا خرسکی بلند میزنیم. ما پیشتر خیلی کردیم حاضر را میگیم که اکای فرهاد جان ما نام نمک ایشان را بسیار چشیده ایم. اکا جان توی مبارک باشد. خدا کند که نمی شاه داماد کامران جان وکیلی نازنین شما همیشه در خدمت شما باشد. چشمه هایی از محبت چولور دارد پدر، سینه گرمی چو آتش پرشرر دارد پدر. در وجود ذره از نامحرمی موجود نیست جز همین فرزند کجا مثل دیگر دارد پدر. واقعا مرحمت آلا باشد مادر میروان دل خویش را بهر انمین جگرمندان میکشاید. مرحمت. از نامی مادر میروان و شاه داماد کامران جان وکیلی نازنین میگیم که برای وقت میخواهم که در بازار دنیایی همه چیز نرخ دارد قیمت و ارزان. در این بازار بفروشند گاهی نام و ایمان را و جز وقتی که نرخش را نداند هیچ بازرگان. از این رو وقت میخوایم براتان دلی شاد خاطری جمع خانه آباد همیشه همسفر حیاتی دائمی شما باشد. مرحمت استاد خیردین بازار یک سرود البته مرحمت اول سلام سخنهای تبریکاتی، بعد از آن سرود سلام مادر پدر در اجرای استاد خیردین بازار کنم. سلامت باشی برنده خشدا. السلام علیکم مهمانان یار و دوستان، تمام خیش تبار اکای فرهاد جان. همه شما را به بزم خرسندی شبکه امروزه کامران جان خوش آمدید گفته. به همه شما سربلندی آرزومندیم. در امان خدای مهربان باشیم. ما یک چیرکای کردنیم که از سال 90 تا امروز ما قطعی فرهاد جان رفت آمد داریم. توی سنتی کامران جان گذراندگیم. این روز به روز آمد که خاندار شده توی خاندارش گذرانده ایستاده ایم. خدا را احسان کنه که توی نبیره فرهاد جان گذرانیم. از خدا امید داریم. بگذار خانه تمام مردم این بهارستان همیشه خرسنده باشه. ما دوستیمون ابدی است برای که ما نان نمک خورده رفت آمد داریم. بگذار خانه شما خرسنده باشه. بچه جان زنده باشیم. بازم مبارک شوه. توی بالای توی باشه. ما در خدمت شما. مبارک شوه فرهاد جان. با تشابهی همه دوستی جانیمون به اینجا حضور آمدیم. از نام فرهاد جان تمام مهمانان را، مهمانان طرف عروس آمدگی را، تمام مردم بهارستان را خوش آمدید میگیم. خدا نگهبانتون باشه. من زنده باشید.